مقامات روسیه به سبب خروج کرونا ویروس و پیش آمدن وضع فوق‌العاده اجازه دادند که شهروندان خارجی از جمله مهاجران تاجیک مهلت بود و باش خود را در قلمرو این کشور دراز کنند، حتی اگر مهلت ثبت اقامت آنها الکی به انجام رسیده باشد. وزارت امور داخلی روسیه در اعلان گفت که مهاجران به عبور مرز روسیه می توانند برای گرفتن پتنت یا اجازه کار مراجعت کنند و آنها برای پایمال کردن مهلت پیشنهاد حجت‌ها به جوابگری مأموری کشیدن نمی شوند. شهروندان تاجیکستان که حق دارند به پتنت یا اجازه کار 90 روز در روسیه باشند، با تمام شدن این مهلت مجبور بودند مرز روسیه را گذشته دوباره وارد آن شوند و بود و باش خود را قانونی کنند. اما بنابر منع شدن ورود شهروندان خارجی به خاک روسیه و به دلیل پیشگیری از سرایت کرونا ویروس این کار غیر ممکن شد. این شب و روز ده ها مهاجر تاجیک در فرودگاه‌های روسیه درماندند و به کشور برگشتن نمی‌توانند. آنها میگویند که از یک طرف مهلت اقامتشان در روسیه به پایان رسیده است و از طرف دیگر پروازها به تاجیکستان قطع شده است. یک مقام سفارت تاجیکستان در روسیه به ذکر نامش روز 20 مارس به رادیو آزادی گفت مهاجران میتوانند در روسیه بمانند چون مسئله تمدید مهلت بودواش آنها در روسیه موقتا حل شده است. اما مهاجران میگن اکثر آنها جای کار و خانه های اجارهشان را هم سپاریدند و نمیتوانند در روسیه بایستند. مقامات روسیه میگویند که تقریبا 1 میلیون اهالی تاجیکستان در آن کشور کار و زندگی میکنند. جانب تاجیکستان این شماره را تقریبا 0.5 میلیون نفر شمرده است. مهاجران تاجیک سال گذشته به کشور تقریبا 2 میلیارد و 600 میلیون دلار فرستادند.